خیلی از اظهارات آقای ترامپ در خیلی زمینه‌های دیگر هم بلوف بوده، یعنی واقعا در حد اظهارات بوده. ایشان گفته بود که در چند سال جنگ اوکراین ختم میکند، بعد فرموده بود که کانادا را اشغال میکند، زمینه خاک بخشی از ایالات آمریکا میسازد، گرینلند میگیره، نمیدونم مکزیک مسئلهش حل میکنه. از این بلوفا و جنگ غزه را نمیدارم یک روزه تمام میکنه. نه، به نظر من اینا بیشتر شانه‌زنی های یک تاجر است، یک تاجری که میخواد کمی سود ببره، یک جاهای ارزان بفروشه، یک جای قیمت بفروشه، یک جای بخره، یک جای ببره. بحثش این است. به گمان من اشغال دوباره افغانستان یا گرفتن پایگاه بگرام از طریق آمریکایی ها کار سختی از بعید است و آمریکایی ها میدانن که این کار نمیتوانند انجام بدن و به نظر من در حد یک تبلیغات است. افغانستان به هر حال موقعیتش متفاوت است و سال 2001 هم نیست. اون زمان برج‌های تجاریش در منهتن آسیب دیده بود و بن لادن اینجا بود، یه ائتلاف بین‌المللی درست کرده بود. خیلی کشورهایی که الان با آمریکا مخالفن در خود منطقه مثل چین، روسیه، ایران و خیلی کشورها همکاری کردن اون زمان برای مبارزه با طالبان. اما الان به کلی ما در وضعیت دیگری هستیم. ما در سال 2025 هستیم، سال 2 دهه بیشتر گذشته است. اگر آمریکایی ها این بار بخواهند یک چنین کاری بکنن، تجاوز بکنن و قصد حمله نظامی داشته باشن، من الان به زیر قاطع میخوام بگم که اینجا این بار برایشان افغانستان، برایشان ویتنام درست خواهد شد. اون بار اول که جان به سلامت بردن در یک ائتلاف بین‌المللی آمده بودن و یه توجیه میکردن، یک در اغفال میکردن، فریب میدادن که ما با سازمان ملل آمدیم، مشروعیت داریم. من اون زمان هم میگفتم که اشغالگر هستین، الانم با گوتریش هم که بیان باز اشغالگرن. ولی این بار اون سالها نیست. بیاین داخل بشن، بعد ببینن چطوری از این کشور میبراین. خوب میدونن آمریکایی ها که وضعیت این کشور چگونه است و این کشور نیست. این مسئله نیست که طالبان این کار را میکنن یا نمیکنن. من بس همین است که طالبان الان رسما موضعشان این است که ما یک بلیسخاک افغانستان را برایتان نمیدیم. هم آقای متقی گفتم، آقای فصیح الدین رئیس ستاد ارتش، موضع رسمی طالبان نه گفتن به آمریکایی هاست. مسلما آمریکا در یمن الان جا مانده، در فلسطین، در غزه 2 میلیون آدم است، نمیتونه کاری انجام بده، کشتار بگیره، بمب میریزه. افغانستان سرزمینی بسیار بزرگ و وسیع از مردمان جنگ دیده داره و مردمانی که بارها نشان دادن که میتوانند در برابر استعمار ایستاد بشن. بعد با آمریکایی‌ها که جنگیدن تا 20 سال پس، آمریکایی‌ها در نتیجه این جنگ فرار کردن، گریختن. اینطوری نیست که آمریکا الان دارن تازه یک تجربه میکنن. نه، به نظر من نه جرأتش دارن، نه حمله میتونن بکنن. و اگر حمله بکنن، اینجا الان بازی‌های منطقه‌ای تغییر کرد. اینجا قدرت‌های کلان است، روسیه است، چین است، ایران است، خیلی کشورهای دیگه هستن و به نظر من اون جهنم واقعی که آقای ترامپ میگه برای در افغانستان ایجاد خواهد. نه، ببینید اول من گفتم که آمریکایی‌ها جرأت حمله نظامی به افغانستان ندارن. همین دیروز آقای خلیلزاد نوشت که بحث‌های ما خوب فهمیده نشده است، ما برنامه حمله نظامی نداریم و می‌خواستیم یک استفاده مثلا بکنیم اگر کنم جای ضرورت مبارزه با تروریسم باشه. نه، این کارو نخواهند کرد. و اگر حمله بکنن نظام طالبان که نمیفته اون نظام تقویت میشه، مردم متحد در برابر آمریکا ایستاد خواهند شد، برای اینکه هیچ آدمی با شرفی با یک اشغالگر در سرزمین خودش همکاری نمیکنه. این میخواد طالبان حاکم باشن، میخواد آقای حزب دموکراتیک حاکم باشد، مجاهدین باشن، چپ باشه، راست باشه، دموکرات، هر کسی که باشه. تجاوز نظامی آمریکا در افغانستان برای هیچ آدمی قابل تحمل نیست و من یقین دارم مردم افغانستان در برابر این تجاوز اگر بخواهد چنین غلطی بکنه ایستاد خواهند شد. هر نوع تجاوزی، هر نوع کوششی برای تغییر رژیم از خارج افغانستان از نظر ما محکوم است.